یک روش فوق‌العاده راحت برای محاسبات داروهای ویالی و یا حتی داروهای دیگه که میتونید استفاده کنید این هست که شما اون داروی مورد نظر رو با آب مقطرهای 5 cc یا 10 cc حل کنید که توصیه من اینه که با 10 cc آب مقطر حل کنید. همونطور که میبینید من داروی هیدروکورتیزون رو با 10 cc آب مقطر حلش کردم. حالا میخوام داروی مورد نظر رو داخل سرنگ بکشم. برای این کار من اول میام سرنگم رو به اندازه 10 cc پر از هوا میکنم و همون هوا رو داخل ویال پوش میکنم. بعد ویالم رو سر و ته میکنم. همونطور که میبینید خودش وارد سرنگ میشه. برای هواگیری این قسمت سرنگ رو به سمت خودم میگیرم و هواگیری میکنم. این 10 cc از دارویی که داخل سرنگ هست برابر هست با 100 میلی گرم داروی هیدروکورتیزون. یعنی هر کدوم از این خطها توی سرنگ برابر با 10 میلی گرمه. حالا بریم سراغ چند تا مثال. پزشکی 35 میلی گرم هیدروکورتیزون برای بیمار اوردر کرد. از اونجایی که ما فهمیدیم هر کدوم از این خطهای بلند 10 میلی گرمه، پس 30 میلی گرم میشه این قسمت میشه 30 میلی گرم و این خط کوچیک میشه 35 میلی گرم. خب اینم شد 35 میلی گرم. مثال دوممون این است که اوردر پزشک 70 میلی گرم داروی هیدروکورتیزونه که به عبارتی تا 7 cc باید دارو داخل سرنگ باشه. پس ما بقیه دارو رو تخلیه میکنیم تا این قسمت.